بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما بزرگواران هستم در این ویدیو و میخوایم پیرامون یکی از مسائلی که برای بنده فرستاده شد درباره یکی از ویدیوها که یک مولوی صاحبی داره صحبت میکنه درباره مثنوی و به هر حال مولانای روم، و چون نامش هست ما هم به همان اساس میگوییم مولانای روم، مولانای رومی یا بلخی و کتاب مثنویش. و ظاهرا این مولوی داره در مورد، یعنی این گوینده، سخن گوینده داره در مورد کدام کسی داره صحبت میکنه، ولی برای ما این مهم نیست که درباره کی داره صحبت میکنه و جواب کی را میده. اما آنچه که مهمه این است که حرفهایش قابل نقد و شدیدن، و بلکه شما متوجه خواهید شد که حرفهای به شدت خطرناک داره بیان میکنه. غالبا وقتی که ما میخواهیم در مورد مولوی جلال الدین بلخی صحبت بکنیم یا هر کس دیگری از شعرا و بگوییم که در اشعار اینها چرندیات و خزعبلات وجود داره و گاهی اوقات مخالف کتاب الله و سنت پیامبر علیه السلام وجود داره و به چشم میخوره، یک تعداد میان که بله شما با شعر و شاعری مشکل دارید. نه خیر، ما کی هستیم که با شعر و شاعری مشکل داشته باشیم؟ یعنی با ذات شعر و شاعری. شعر مانند هر سخن دیگری است، خوبش خوبه، بدش بده، حتی خوبش پسندیده تر است از سخن عادی. بدین اساس ما بعضی از صحابه پیامبر داریم مانند حسان ابن ثابت که شاعر بود و شعر میگفت در دفاع از پیامبر، در دفاع از اسلام، و رسول الله علیه السلام او را تعریف میکردن و تمجیدش میکردن به خاطر این کارش. اشکالی در این مسئله نیست. یا این که تعداد میان که بله چون اینها با زبان فارسی شعر میگویند، یعنی بحث را فارسی و غیر فارسی میکنن و به شکلی میخواهند که برای کسایی که مخالف این اشعار ضد اسلامی هستند و ضد قرآنی و نبوی هستند، اونها را تاپه بزنن که شما مشکل با زبان فارسی دارید. نه، زبان مادری من این زبانه، من چطور با زبان مادری خود مشکل دارم؟ و از طرف دیگه چی ربطی داره؟ صحیح فارس ها در زمان خود بیشترین خدمات را به اسلام بعد از عرب ها انجام دادن، حتی بعضی از خدمات انجام دادن که عرب ها هم نتوانستن. و بزرگترین علمای اسلام از این سرزمین بوده، سرزمین فارس که حالا بخشی از ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینها همه را شامل می شده. و علمای بسیار بزرگ و زبده بودن. اینها را کسی نمیتونه چشم پوشی بکنه. حالا به خاطر اینکه من یا هر کس دیگه بیه نقد مولانا بکنیم، یعنی که ما فارسی ستیز شدیم یا ما فارسی ستیزی میکنیم، این خزعبلات را بگذارید به جیبیتان. ما افتخار میکنیم به علمای بزرگ جهان اسلام که در بین فارس ها بودن و باعث افتخار امتن، و افتخار میکنیم به شخصیتشان، به علمشان. اما این خزعبلات و چرندیات چی ربطی داره؟ مگر این سخنگوی فارس ها بوده در زمان خود و یا حالا سخنگوی فارس هاست که کسی این را نقد کنه، این نماینده آنها باشه، همه را نقد کرده؟ نه خیر، این خزعبلات را بگذارید به جیبتان، به درد خودتان میخوره. به هر حال دوستان گرانقدر، من میخوام که صحبت‌های این مولوی را پخش بکنم و پیرامون صحبت‌هایش حرفی داشته باشیم، صحبتی داشته باشیم و با هم دیگر مروری بر صحبت‌هایش خواهیم کرد و شما متوجه باشید که چقدر متاسفانه طرز حرف زدن و بیان مسائل چقدر خطرناکه. الله متعال رحم کنه. بشنوید که ایشان چی میگه. دوستان عزیز، این مثنوی مولانا از 6 جلد است. من جگرخون به این میشم که در این قرن 21 عده کسایی که از عادت دین حرف میزنن در سر منبر استاده میشن به نام شیخ و مفتی و مولانا و این و آن، ولیکن ما اگر امروز حرف بیخردانه بزنیم از من شروع هر کس باشه دوستا محکوم میکنه. برادر اینی گپ تو به عقل به منطق امی استوار نیست. فقط بحث عقل و منطقه، یعنی نمیتونه کسی نقد بکنی که این حرف تو مخالف اسلامه. اصلا این طرز حرف زدن، ببینید دوستان عزیز،
خیلی یعنی واقعا تعجب آوره. طرز حرف زدن اصلا حرف زدن عاقلانه و حرف زدن منطقی نیست. بعد ایشان حرف از منطق و عقل میزنه. گوش کنید. جاهلانه حرف نزن. این مثنوی مولانایی که تا زمانی که از قرآن و حدیث ندانه، قرآن و حدیث ندانه، اگر کس این خوان به غلامیشه میکنه. هر کس که مثنوی مولانا رحمت الله علیه که در عصرها بی‌نظیر بوده و بی‌نظیر هست، کسی قرآن و حدیث ندانه مثنوی را خوانده نمیتونه. این خزعبلات چیز جناب مولوی. امروز بیدین ترین افراد تمام و هم مغمشون مثنوی است، مانند عبدالکریم سروش و خیلی از افراد دیگری که اصلا با اسلام مشکل دارن، با دین مشکل دارن، با قرآن و با حدیث مشکل داره و اصلا نمیفهمه قرآن و حدیث چیست، ولی مثنوی را میتونه بخونه. چه کتابی است، ادبی است، شعر. بله، شک در این نیست که مولوی بلخی در شعر دست بالایی داشته، اما در مسائل شرعی خیلی جاها پایش لغزیده، اشتباهات گفته، خزعبلات گفته، چرندیات گفته، دروغ گفته و داستانها و حکایتهای من درآوردی از پیش خود ساخته در این کتاب که من به بعضی از آنها اشاره خواهم کرد. خب چی میگه ایشان بعداً؟ و نظیر از این تا به روز قیامت ناآمدنی هست. نظیر این تا روز قیامت نیامدنی است. یعنی تو علم غیب داری؟ این مگر کتاب الله نعوذ بالله که الله متعال سبحانه و تعالی چالش میده که کسی نمیتواند مانند قرآن بیاورد؟ و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. چی میگی جناب مولوی؟ مگر شما علم غیب داری که کسی تا روز قیامت این را آورده نمیتواند؟ یعنی چی؟ این مگر وحی الهی است؟ طبعا حرفای بسیار خطرناک داره، گوش کنید. از لحاظ فهم و درک مولانا، یعنی هیچ کس دیگه نمیتونه بیایه، مادر دیگه نمیزاید مانند مولانا که چون این چرندیات را بگوید. با خدا تا قرآن حدیث ندانه. مولانا صاحب شخصیت است که در تخصص در مسئله مولانا داره. قسم هم یاد میکنه. عالم دین، فقهی، عمرش در درس و در تعلیم فقیه. خب در مدرسی ترکیه یا حضور دارن. من جمعه که میام دست زیر بوسه میکنه باز جبلان بشه. امروز نظیر این شخصیت نیست. امروز در ممالک اروپایی بیش از 10 مرکز مولانا شناسی تنها در باب مولانا شناسی، در باب فیزیک و کیمیا و امثال هم مسائل دیگر باز میکنه که مولانا رو بشناسید. میدونید چرا؟ میدونید چرا غرب روی مولانا سرمایه گذاری میکنه؟ دلیلش این است که هر کس که از دریچه مولانا بدون قرآن و حدیث داخل میشه، یعنی قبل از اینکه آیات قرآن را بفهمه و حدیث را بفهمه و عقیده اسلامی را بفهمه، هر کس از این دریچه بیرون داخل شده، از اون طرف یک ملحد و یک اسلام ستیز بیرون شده. به خاطر اینه که غرب اینقدر سرمایه گذاری میکنه. جناب مولوی، شما که اونجا استاد این حرفا را میزنی، سوال من را جواب بدی. غربی که، و این را یک بار صدیق افغانم بیان کرد، سوال بسیار جالبی است و سوال کاملا دقیق است و منطقی است. غربی که تمام هم غمش بر علیه پیامبره، برای پیامبر کاریکاتور میسازه، برای مولانا مرکز مولانا شناسی میسازه، آیا خودت فکر کردی که چرا؟ خودت جواب این را پیدا کردی که چرا؟ یعنی شخصیت مولانا از شخصیت پیامبر بزرگتر، نعوذ بالله. با اسلام می جنگند ولی کفش پای مولانا را پاک میکنن. پس ریگی به کفش مولاناست، ریگی زیر این کفش کتاب مثنوی که در دست شماست و نشان میدید که من چونین و چنان میکنم. یعنی چی این حرفا؟ چون غربی ها 17 مرکز ساختن برای مولانا شناسی، پس بیاین خزعبلات و کفریات او را بگیریم. چی داری میگی؟ امروز یک ملای ما بیچاره بدون علم بدون فهم، بیشتر گفتم که استاد شدیم همه را جاهل فکر میکنیم، میخیزه حرف میزنه که مولانا مانند خودت و مانند هر کسی که در راه و روش مولانا است. باور کنید همین که شما نقل میکنید، نه شما شعرش را نمیفهمید. خب تو که میفهمی شرح بکن. شرح هم من در آوردی، تو را میخوام چیکار کنم؟ معنایش واضحه، حتی استعاره هایی که استفاده میکنه واضحه، آشکاره، هیچ راهی نداره برای توجیه غلط. و من در آوردی تو که نفر حرف بزنه تا پی جاهل بودن به او میزنید. من که میدانم شماها را میشناسم.
یعنی این تصوف خرافی را در برابر کتاب الله و سنت پیامبر قرار دادید، علم ظاهر و باطن برای آن جور کردید، البته به تعبیری که خودتان دارید، تعبیر خودتان، که آن را در برابر شریعت قرار دادید. شریعت و طریقت، شریعت یعنی ظاهر، طریقت یعنی باطن. این دیدگاه فرقه های باطنیه هست که در بین شما جا گرفته. میگم تو نمیفهمی، خود تو از کجا فهمیدی؟ تو از کجا فهمیدی؟ همون شروحاتی که تو میخوانی، همون شروحات را من هم میتوانم بخوانم و میخوانم. چرا تو داری شیره مالی میکنی؟ چرا داری سرش شیره میمالی و دروغ میگی و تزویر میکنی و دیگران را متهم به جهل میکنی؟ حالا من نمیدانم تو داری درباره کی صحبت میکنی، ولی عموما یعنی این ترفند شما هاست تا که انتقاد بر شما صوفی های غالی و افراطی صورت بگیره. ها شما نمیفهمید. نه تو خیلی میفهمی، تو خیلی میفهمی. خب تو شرح کن. مانند این که من یک بار یک گفتگو داشتم با یک کشیش نصرانی، در تماس گرفته بود در شبکه جهانی وصال حق، یادم هست تماس گرفت، در بحث تسلیس بود. برای گفتم تسلیس رو به من شرح بدی، چون برنامه ما روی بحث تسلیس بود. گفت جناب فاتح، تو زمان میتوانی درک بکنی بحث تسلیس را که عیسی مسیح قلبت را لمس بکنه. گفتم قلب تو را خود لمس کرده، تو توضیح بدی به من. تو توضیح بدی قلب تو که لمس شده، تو یک کشیش هستی، عالم بزرگی هستی، خود تو توضیح بدی به من. بابا جان این حرفای مزخرف رو بگذارید اون طرف. خودت نمیتوانی همین حالا توجیه بکنی خیلی از مسائلی که این مولانا در کتابش گفته، ولی روی منبر زبانتان درازه، بر علی این تاخت و تاز بکن، بر علی اون تاخت و تاز بکن. میگه که دیگران را متهم به جهل میکنن. خودت داری دیگران متهم به جهل میکنی که شما نمیفهمید. دقت کنید ببینید چی میگه. طرز حرف زدنش واقعا توهین آمیزه. مولانا مشرک است. هدف مثلا بحث عمر چیز دیگه است که اونجا میخوانیم کجا سفیر روم ترسید. ولی که مولانا چی میگه؟ همچو قرآن مثنوی مازده، همچو قرآن مثنوی مازده. مولانا میگه مثنوی ما همچو قرآن زدل است. چی من؟ دوستان عزیز دقت کنید، این میگه یعنی میفهمه کلام این مولانا را. حالا این مولانا کفرگویی کرده در اینجا. این کتاب مثنوی خودش را تشبیه میکنه به قرآن، درسته؟ شما دقت کنید که این چطور توجیه میکنه. بعد توجیه ای را نقد میکنیم تا ببینیم که کی میفهمه. بشنوید. قرآن وحی الهی است، توسط جبرائیل بر نبی مکرم صلی الله علیه و سلم این وحی شد. ولیکن این مثنوی مولانا میگه وحی است از جانب الهی که در قلب من شده. امین مولا صاحبی که میگه مولانا مشرک، من میگم تو بگی تو رو به خدا بگی بنی وزارت انرژی و آب که ما در اونجا مشکل هم داریم، تو بیا غریزه نوشته کن، یا غریزه نوشته کن که آب منطقه ما رو دزدی میکنن میبرن. اما چی رقم نوشته میکنی با اینو بقدر تدریس ولا نوشته کنه بتونی. این خب مزخرفات این را بگذارید یک طرف. مردم را جاهل خواندن این هدفشان هست و طریقهشان هست. دقت کردید دوستان عزیز روی حرف اصلی، همچنان که وحی به پیامبر علیه السلام توسط جبرائیل می آمد، مولانا چی گفته؟ گفته که به قلب منم وحی می شده. حالا گوش کنید این وحی را می چسبانه، باز بحث الهام میگه و بقیه حرفا. گوش کنید که چی میگه. میگه تبدیلی بچه تا نوشته کو زنگ فقط به دیگه وقت تبدیلی بچه تا نوشته کو. این مولانایی که 27000 بیت تنها در مسنوی مولانا، 50000 بیت کلیات شمس، اثر معروف مولانا. برو دیگه مطالعه بکن. خب که چی؟ خیلی از ملحدین کفار، خیلی از افراد بزرگترین کتاب ها نوشتن. مگر کثرت کتاب دلالت بر علم میکنه؟ دلالت بر پاک بودن و در راه هدایت بودن میکنه؟ یعنی چی دلیلی است؟ اون نوشته خوک نوشته ادیب بوده. حالا که چون ادیب بوده باید کتابش مانند قرآن قرار داده بشه؟ چی منطقی است؟ این کدام منطقه؟ مولانا میگه که همچو قرآن مثنوی مازده. همچو قرآن، این تشبیه را متوجه باشید دوستان عزیز. قرآن مثنوی ما از دل است، الهام خداوندی است که ما اینو گفتیم. الهام خداوندی است که ما گفتیم. دوستان عزیز دقت کنید، شما تشبیه میکنه این مثنوی که خزعبلات و خرافات داره به قرآن، نعوذ بالله. و حتی تا جایی که گفته میشه که این مثنوی چیه؟ قرآن است فارسی، قرآن است بر زبان پهلوی. درسته؟ یعنی بر زبان فارسی، حالا پهلوی به هر حال بماند این بحث دیگریه. ببینید دوستان گرانقدر،
تشبیه میکنه، کاملا تشبیه میکنه. و این چی میگه؟ یعنی این میخواد توجیه بکنه. دقت کنید روی توجیه خطرناکش. میگه همچنان که به پیامبر علیه السلام جبرئیل وحی میکرد، این الفاظ برای مولانا هم در قلبش وحی شده. و باز بعداً میگه الهام، چون معنای وحی معانی مختلف داره و در قرآن عظیم الشأن کاربرد متعدد داره، استعمالات زیاد داره. اما من روی این بس حرف ندارم. این که تشبیه میکنه وحی که به پیامبر شده، بعد میه روی سخن مولانا. یعنی حرفت خطرناک جناب مولوی. وقتی روی پشت منبر میری، به جای مثنوی قرآن را بخوان، قرآن را بخوان، عقیدت را بفهم که چی داری میگی، چی داری میگی. آیا این حرفت خطرناک هست یا نیست؟ من از علمای افغانستان خواهش میکنم، یعنی چرا سکوت میشه در برابر همچون خزعبلات، در برابر همچون کلمات کفری که از زبان افراد در روی منبر هست. حالا من نمیدانم که روی منبر هست، پشت دوربین است، کسی واقعا جلو رویش هست نیست، نمیدانم، والله اعلم، ولی این حرفا گفته میشه. بشنوید چی میگه ادامهش. هادی بعض را مدل بعض را این هدایت میکنه، آمد قبول کرد، هدایتش میکنه، برای حق میرسونش به اوج انسانیت، به اوج نور. کسی که با این بغض کرد میره به سوی گمراهی. استغفر الله و اتوب الیه. چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ این وصف در مورد کتاب الله است، در مورد قرآنه. به خاطر همینه که اینها قرآن میدانن مثنوی را. من میگم که این کلمات کفری است. کسی شاید بگه که نه تو برداشت میکنی. نه، واقعا اینطوره. این را الله متعال در مورد قرآن میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. و بعد میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا. یا الله متعال سبحانه و تعالی میفرماید که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این وصف قرآنه که این در مورد این کتابی که پر از خزعبلات و خرافات مطرح میسازه. من نمیگم کلمات خوب در آن نیست، ولی پر است از خزعبلات و خرافات. یعنی نه که همش خرافات و خزعبلات باشه، ولی پر است، یعنی زیاد است. هدف من اینه. چی داره میگه؟ هر کس این رو گرفت، این کتاب را گرفت، هدایت رسید، هر کس این را ترک کرد و انداخت اون طرف یا قبولش نکرد، چی میشه؟ گمراه میشه. چی داری میگی؟ در کنار کتاب الله کتاب دیگری قرار میدهید. از الله نمیترسید شماها؟ جایگاه کتاب الله اینطور ضعیف شده در نزد شماها، به جایی که این را در مورد قرآن بگی، در مورد کتابی مانند مثنوی میگی. از الله نمیترسید شماها؟ او چی دلیل گرفته بود که میگه مولانا مشرک است؟ امیر میگم پس سر داستان عمر صاحب میام. او میگه که الخلق و عیال الله. الخلق و عیال الله. الخلق و عیال الله. خیر باشه، حالا برو پیش برو. مولانا صاحب امیر تفسیر میکنه که حدیث شریف میگه که خلق. خب مولانا صاحب اشتباه میکنه. به خاطر این اشتباه میکنه که الخلق و عیال الله حدیث ضعیفه. اینطور است، یعنی حکایت ها و داستان ها و روایات دروغین در این کتاب به وفور دیده می شود. اینها را میاره و خودش نتیجه میگیره. مانند این. حالا این آقا میگه که اگر در اون قرآن و حدیث نباشه اون را میذاریم اون طرف. بسیار خوب، من مثال های را میدم، تو از قرآن و حدیث باز بکش بیرون ببینیم که چی در بساط داری و چی در چنته داری آقای مثنوی شناس. درسته؟ دوستان گرانقدر، الخلق و عیال الله، این روایتی است که هیثمی در کتابش مجمع الزوائد و منبع الفوائد مجلد 8 صفحه 191 میگه که رواه ابو یعلا و البزار. میگه ابو یعلا و بزار اون را روایت کردن. و فیه یوسف بن عطیة الصفار و هو متروک. میدانی یا نه شما کل هم غم میتون اینه که مولانا چی گفت و مثنوی چی شد و دیوان شمس چی شد، فقط کل همین عقولتان پیرامون همین میچرخه. شما مگر با حدیث و با اینها میتوانید آشنایی داشته باشید؟ یکی از اهدافی که متاسفانه دشمنان روی مولانا و امثال مولانا سرمایه گذاری میکنن و روی افکار مولانا سرمایه گذاری میکنن تا مردم را از کتاب الله و سنت پیامبر دور کنن. این را من به وضاحت میگم و میتوانم این را ثابت بسازم از لابلای برنامه های دشمن. شماها خود نمیدانید این حرفا را. امام نووی رحمه الله در کتابش فتوا داره ایشان که معروف است به المسائل المنثوره
در صفحه 251 وقتی به این روایت میرسه میگه هو حدیث ضعیف، میگه حدیث ضعیفه. چرا؟ میگه به خاطر که در آن یوسف ابن عطیه است و او ضعیف به اتفاق الائمه، میگه این شخص ضعیفه به اتفاق ائمه. این حدیثی است که مولانا آورده و این هم داره بالای این روایت صحبت میکنه و ماشاءالله اینقدر شاخ و برگ میده و به هر حال این است. آمده روایتی را آورده، بعد از لابلای روایت یک کلمه مزخرف هم بیان کرده و بعد جناب مولوی داره از این روایت ضعیفی که مولانا آورده داره دفاع میکنه. این است سطح سواد شماها به کتاب الله و سنت پیامبر. عیال خداوند است. عیال چی؟ عیال کسی که عیال مصرفش، نانش، لباسش، تربیتش کلش با دوش کی باشه؟ با دوش دو شخص باشه. امیر تفسیر میکنه که اولیا اطفال حقا ای پسر، اولیا اطفال حقا ای پسر، حاضری و غایبی بس با خبر. اولیا میگه اطفال حق است ای پسر. میگه چرا گفته که اولیا اطفال حق هستن؟ به خاطر میگه مولانا مشرک است. خب تو این حرفا رو نمیفهمی. حالا من نمیدونم کی گفته مشرک گفتن روی این مسئله خودش جای بحثه، ولی تو این حرف رو نمیفهمی. خب نمیفهمی، از عقیده چیزی اطلاع نداری. تو باید بفهمی که اسما و صفات الهی سبحانه و تعالی اینها توقیفی هن. تو به کدام دلیل مثلا این نسبت طفل را به الله متعال سبحانه و تعالی میدی؟ نه هدف من اینه. بابا جان هدف تو را من کار ندارم، مشتقات را بگذار اون طرف، استعاره ها را بگذار اون طرف. وقتی درباره الله صحبت میکنی با احترام حرف بزن، به گونه‌ای که الله خودش را تعریف کرده، به گونه‌ای که پیامبرش تعریف کردن. در کجا بندگان الله اطفال الله گفته شدن؟ در کجای قرآن؟ در کجای حدیث؟ بحث اسما و صفات الهی و آن چی به الله نسبت داده میشه بحث توقیفی است. اینطور که نمیشه که تو بی از پیش خود والله استعاره استفاده کرده، والله اینجا تشبیهات به کار رفته، والله اینجا چنین شده. بابا جان اینها را بگذار به جیب خودت. درباره الله داری حرف میزنی، خطورت این مسئله را بدان که چی داری میگی. و گفته حافظ چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. نه مشکل همینه، مانند حافظ و امثالش. حافظ در کنارش حافظ شکنه از علامه برقعی، برو بخوان ببین که چی جوابش را داده. مشکل همینه، شما دیگران را گاگول فرض میکنید، دیگران را نادان و جاهل فرض میکنید و فقط شماها میفهمید و با همین طریقه افکار باطل و خزعبلات وحدت الوجودی و حلولی را در اذهان مردم داخل میکنید. شما نمیفهمید، ما میفهمیم، در حالی که تفکیک حدیث ضعیف و صحیح را نمیتونی با هم انجام بدی. دین الله بازیچه که نیست که هر کس هر چی آمد دلش وارد دین الله بکنه. اینطور که نمیشه جان من. سخن اهل دل که میشنوی خطاست، تو سخن شناس نیستی. خب تو هم همین اصطلاحی که اون مولوی که تو میگی من نمیدونم کی بوده، همین رو در مورد او به کار ببر. برو پیش اون، شاید تو سخن شناس نیستی، او سخن شناسه ولی تو نیستی. خب این قاعده رو هر کس میتونه به کار بگیره. این قاعده رو هر کس میتونه به کار بگیره و شاید بتونی در مورد منم به کار بگیری. خب یه قاعده مفته. بابا جان فهمیدن و نفهمیدن مبتنی با دلیله، با استدلاله، با شعار که نیست که هر کس شعار بده که تو حرف من رو نفهمیدی. هر کس میتونه شعار بده و رقیبش یا طرفش یا منتقدش را متهم بکنه که تو حرفم را نفهمیدی. هر کس میتونه این کارو بکنه. این دروازه را ببند. کامپیوتر کلیک در زمین میزنی که کار نمیه. او به علم کامپیوتر نداری، کتابای کیمیا رو تو نکو، در نت علم کیمیا رو یاد بگیر و بسیار خوب کتاب از بغلش نگاه کن، دنیات خوب میکنه. فیزیک کتابایش نگاه کن، درس بده، تعلیم بده، تربیت بده، دنیا رو جور کن، 100 تا بلند منزل جور کن. حالا تو علم از اینه نداری، چو بشنوی سخن اهل دل مگو خطاست. اون بلا صاحب در سر منبر که بالا شدی یا کمکی بدر چیزای سکنانه خرابت میکنه. طرز حرف زدنش رو ببینید، یه نقد علمی داره، چیزای ثقیل نقل. چی داری میگی؟ الله المستعان. عزم کردن نمیتونی، بالا می شکل کافر میگه، شکل مشرک میگه، شکل دیگه میگه. سخن چو بشنوی سخن اهل دل مگو خطا، سخن سراس نی جان من خطا اینجا. تو سخن سراس سخن دوش باز گپ بزن. قاعده مرگوزی رو نخونی برای فتوای کفر میدی. او خو یک شیخ صاحب است که گپ زد، مولوی صاحب است که گپ زد. ما بعضی کسانی میگن که تو تمام قاعده مرگوزی نمیفهمن که الف چند نقطه داره. می
میگه مولانا مشرک است. او بده تو فعلا ما تو بده سنجوی تا نمیفهم. الف چند تا نقطه داره. خب شاید از باب تمسخر میگه. چند تا سنجوس. استنجای خدا نمیفهمی، تو خودت شروط استجمار رو بگو. این حرفا رو بگذار لالا جیبت، این حرفا رو بگذار اون طرف. جواب بدی خزعبلات و تحقیر و توهین به مردم یعنی چی؟ تو به کفر و شرک مردم بدن تو ثابت میکنی. بله. اولیاء اطفال حقا ای پسر، حاضری و غایبی بس با خبر. حاضر و غایب اولیاء خدا میدونن. حاضر و غایب اولیاء خدا میفهمن. چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ قرآن میگه غیب را هیچ کس جز الله نمیدونه، از قلوب هیچ کس کسی اطلاع نداره. فقط الله که او است که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. میبینی راه ما چقدر صافه؟ قرآن را در دست داریم، اما تو مثنوی را در دست داری، خزعبلات میگی، مخالف قرآن داری میگی. چیست که او حاضر و غایب را میداند؟ کیست که حاضر و غایب را میداند جز الله متعال سبحانه و تعالی؟ ببینید بعداً چی میگه. یک کامرا کار بند میگیری نفر رو نشان میده. دوربین یک کامera را بند میکنی نفر را نشان میده. یعنی این اولیا هم به تعبیر ای، البته به تعبیر ای، طبعا اولیا از خود علائمی دارن. اغلب اینهایی که اینها میگن اولیا، اینها اولیای شیطانن، اولیای رحمان نیستند. گوش کنید. خب دوربین را بند میکنی چی میکنه؟ نشان میده. کار میگیری پسر مجد نشان میده. خب اولیای خدا جواسیس قلوب هستن. جواسیس قلوب هستن. چی داری میگی؟ یعنی کسی نیست به این عقیده بفهمانه که جز الله هیچ کس از قلب کسی اطلاع نداره. اوست که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. اوست که علیم بذات الصدور. کم خواندی در قرآن اینجا. بعدن اتقوا فراست المؤمنین انه ینظر بنور الله. خب فراست چی ربطی به این مسئله داره که از قلب او اطلاع داره؟ تو بحث فراست رو ای کاش میدانستی. جناب مولوی کمی به داد خودت برس. حالا برو این روایات رو ببین، فراست رو ببین که چی تعبیر شده، چی گفته شده. فراست یعنی دانستن غیب، غایب و حاضر، جاسوسی در قلب دیگران. بترسین شما از فراست مومن که مومن به نور خدا نظر میکنه. از نور مومن بترس. اولیای خدا از نور مؤمن بترس. اولیاء اطفال حق ای پسر. اون مولای بیچاره دیگه این خیالش اینو شرک گفته. خداوند اولاد از کجا کرد؟ خداوند خدا معرفی کرد در رب العالمین. الله میگه من رب شما هستم. رب چی مونو؟ پرورش دهنده. روزی تمام میتم، نان تمام میتم، آب تمام میتم، حیات مبارک میتم، قوت مبارک میتم. همه چیز الله میگه تو بخش. خب چرا نمیگه بندگان حق؟ آخر چرا من نمیدانم در مورد الله داری حرف میزنی؟ اینطور نیست که هر کلمه دلت خواسته باشه در مورد الله سبحانه و تعالی نسبت بدی. اینها بحث توقیفی داره. حالا کی میتونه اینها رو بفهمانه؟ من میدانم علمای بزرگواری در داخل افغانستان هستند که خون دل میخونن از دست این خزعبلات گویان، ولی مگر جرأت میکنند که با اینها حرف بزنن؟ بد زبان و دست بالایی دارن، به هر حال شاید نفر رو ترور بکنن، حتی از دست اینها برمیآیه و کردن این کار را، بارها کردن. این آدم را نمیگم، حالا هم فکرانش مجازن در اینجا مولانا ذکر میکنن، نه حقیقتا. خب اشتباه میکنه که مجازن در مورد الله متعال چون این کلمه را استفاده میکنه. الله هست. عجب آدمی هستید شما، عجب مردمی هستید شما. مجازن در اینجا ذکر میکنن. مولانای بزرگ حالا چی میگن؟ خب دیگه نامسه که به عقلای قلب نسه چی میگم مولانا چی میگن؟ همیشه گفتیم که مولانا قرآن حدیث از کتاب مولانا بکش دور پا نمیرسه. فکایی خوبی بود. جناب مولوی بسته، از این بیشتر حرف نزن. ولی من از تو میخواهم که در کتاب مثنوی تو میگی که اگر قرآن و حدیث را از این بکشی دیگه به درد نمیخوره. من چند نکته را برای تو میدم از کتاب مثنوی، اینها را از قرآن بکش و اینها در کتاب مثنوی موجوده که ببینیم داگز دا میدان. مولانای روم خیلی واضح و آشکار در کتابش عقیده وحدت الوجودی و حلولی را انتشار میکنه. خیلی واضح و شفافه. من دوستان عزیز یک بار دیگه این نکته را میگم که اینطور نیست که این کتاب قیمت ادبی نداشته باشه. بله قیمت ادبی داره. اشعار خوب نداره؟ بله داره. اما خزعبلاتش بسیار زیاده.
خزعبلاتش هم بسیار زیاده، پره از خزعبلات، مشحون از خزعبلاته. حتی که شما یک نکته را هم قبول کنید که واقعا این عقیده وحدت الوجودی است یا عقیده حلولی است، مانند یک قطره ادرار که داخل یک یعنی لیترهای بزرگ از آب بریزید. درسته؟ عقیده وحدت الوجودی داره، عقیده حلولی داره و خیلی واضحه و آشکاره. و من در این راستا زیبا میبینم که برای دوستان عزیز کتابی که جدیداً نوشته شده به نام کتاب مثنوی در میزان شریعت اسلامی، من این را انشاءالله در کانال تلگرامم میگذارم، پی دی افش را، و دوستان عزیز لینکش رو در زیر این ویدیو قرار میدم. خودتان داخل بشید و این کتاب رو مطالعه کنید. کتاب اندکی است، 100 و چند صفحه بیشتر نیست. ببینید که چی زیبا موارد بزرگ، یعنی از نظر عقیدتی، از نظر اخلاقی و از انظار مختلف این کتاب را بررسی کرده. الله جزای خیر بده برای مؤلفش. دوستان عزیز، من از این مولوی میپرسم، در کتاب مثنوی داستان دو برادر که یکی کوسه است و یکی امرد، یعنی نوجوانی که چهرهش ریش نداره، در دفتر ششم، همین داستان را از قرآن کریم برای من بکش. تو چون میگی که اگر قرآن و حدیث را بکشید دیگه این کتاب ارزش نداره. من ببینم در کجای قرآن این داستان دو برادر که یکی کوسه است و یکی امرد است و کلمات رکیکی که این مولانای تو استفاده میکنه در این، که والله من میشرمم که اینجا همین شعر را به خدمتتان بخوانم که چی گفته. کلمات رکیکی که خودتان برید مطالعه کنید در دفتر ششم. در دفتر پنجم که یعنی حد نداره دیگه، مثلا داستان لواتت با مخنث در دفتر پنجم، داستان خر با کنیزک یا کنیزک و کدو دفتر پنجم. برید مطالعه کنید، والله دوستان عزیز مغزتان سوت میکشه که این چقدر بی‌ادبی کرده. چطور ممکنه که این تفسیر قرآن یا به اصطلاح ترجمه قرآن باشه؟ یا داستان اون نفری که چادر میپوشه و بین زنها برای وعظ مینشینه دفتر پنجم. یعنی انسان والله دوستان گرانقدر حیران میمانه که این چقدر حرفه های رکیک و بی‌ادبی از زبان خود خارج میکنه و بیرون میکنه. حالا بحث عقیدتی که بحث عقیده حلول و عقیده وحدت الوجودی است، این به یک سمت و به یک طرف که این به شدت خطرناکه و این را کسی نمیتونه انکار بکنه. هر چی خواسته باشید توجیه کنید، در توجیهتان بیشتر غرق میشوید. چرا که واقعا مولانای روم یک انسان وحدت الوجودی و حلولی است بدون شک و تردید. و اگر کسی میخواهم، من حاضر هستم که در این راستا برایش دلیل‌های متعدد از این کتاب بیرون بکنم تا که ببینید که این کتاب چقدر خطرناکه و چرا دنیای غرب مراکز مولانا شناسی باز میکنه تا افراد مانند سروش و بعضی افراد دیگر به هر حال خیلی راحت میان، یعنی از این دایره داخل میشن، از اون طرف یا ملحد یا اسلام ستیز خارج میشه. نعوذ بالله این را قرآن میدانن، مانند این مولوی وحی میدانه، نعوذ بالله، بعدن میگه الهام و او را تشبیه میکنه به قرآن. نعوذ بالله، پناه به الله سبحانه و تعالی از شر این عقیده فاسد و از شر شما انسان هایی که اینطور مردم را به سمت گمراهی و تباهی میکشانید. به هر حال دوستان عزیز و گرانقدر، اگر در ویدیو اندکی تندی صورت گرفته، والله به خاطر همون احساسات دینی و احساساتی است که نسبت به کتاب الله و سنت پیامبر و ذات باری تعالی سبحانه و تعالی است که انسان واقعا متاسف میشه و متاثر میشه که چطور زبان درازی صورت میگیره بر علیه قرآن عظیم الشان و قرآن عظیم الشان مقامش اینطور پایین آورده میشه که این کتابی که پر از خزعبلات تشبیه میشه به قرآن عظیم الشان. کدام مسلمانه که عصبانی نشود؟ کدام مسلمانه که کنترل خود را از دست نده؟ قرآن را بدانه، جایگاه قرآن را بدانه، عظمت قرآن را بدانه و خزعبلات این کتاب را هم بدانه. به هر حال این را بگذارید به جای احساسات دینی این عصبانیت را، و اگر احیانا کلماتتون گفته شده،
جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.